ماجرای نفس و خرگوش چیکو. در یک جنگل زیبا که پر از صدای برگ‌های در حال حرکت و آواز پرندگان بود، دختری جوان به نام نفس زندگی می‌کرد. نفس عاشق کتاب خوندن بود و هر بعد از ظهر زیر درختی بلند می‌نشست و صفحات داستان‌های مورد علاقه‌اش رو ورق می‌زد. یک روز آرام در حالی که نفس غرق در کتابش بود، اتفاق عجیبی افتاد. ناگهان باد شروع به وزیدن کرد و صدای بلندی از شکستگی چیزی به گوش رسید. صدایی شبیه به شکستن یک شاخه. باد این صدا رو از دل جنگل به سمت نفس آورد و اون احساس ترس کرد. چه چیزی میتونه باشه؟ نفس با نگرانی به اطراف نگاه کرد و قلبش تند میزنه. اما نفس شجاع بود. او تصمیم گرفت به سمت صدا بره و ببینه که از کجا میاد. به آرامی به عمق جنگل حرکت کرد. چشمانش از کنجکاوی گشاده شده بود و سپس اونجا بود. یک خرگوش زیبا با پشمی سفید و چشمهایی بزرگ و مهربون. نفس کنار خرگوش نشست و لبخند زد. او متوجه شد که پای خرگوش کوچولو زخمیه. بدون هیچ تردیدی نفس با دقت پای خرگوش رو در دست گرفت و با مهربانی اون رو درمان کرد. خرگوش که حالا بهتر شده بود، خوشحال از اینکه درمان شده به اطراف پرید و نفس خندید. او تصمیم گرفت اسمش رو چیکو بذاره. نفس که از دوست جدیدش هیجان زده بود، سریع به خونه برگشت تا این خبر خوش رو به مادرش بگه. مامان، من این خرگوش پیدا کردم. اسمش چیکوه و خیلی مهربونه. او با شادی فریاد زد. مادرش با لبخند گرمی او رو در آغوش گرفت و خوشحال شد که میبینه نفس اینقدر شاده. روز بعد نفس و پدرش با هم برای چیکو خونه‌ای کوچیک و دنج در حیاط ساختن. نفس بی‌صبرانه منتظر بود ببینه چیکو تو خونه جدیدش چطور خوشحال میشه. از اون روز به بعد نفس، چیکو و دوستان جنگلی اون هر روز با هم بازی می‌کردند. نفس دوستان جدید زیادی در جنگل پیدا کرده بود و اونها با هم ساعتها در حال کاوش، خنده و به اشتراک گذاشتن ماجراها بودند.